سلام میکنم به شما. خوش اومدید به اولین قسمت این سریال. واجی سلام. خب پس سلام ساسی، چطوری؟ خوبی ساسی؟ قربانت. کجا داریم میریم؟ خیلی خوشحالم که یه سفر دیگر هم با هم شروع کردیم و قراره بریم توی یکی از جزیره‌های خیلی خیلی زیبای ایران و اونجا ماجراجویی رو داشته باشیم. تو این سفر با سفرهای دیگه فرق داره و فقط من نیستم که صحبت میکنه روی ویدیوها. مجتبی هم حرفایی رو داره و از تجربیاتش برای ما میگه. در ادامه سفرهای من و ساسان یه روز سرد زمستونی تصمیم گرفتیم بریم سمت کیش و از حال و هوای خوب کیش تو این موقع سال استفاده کنیم. خلاصه بعد از مشورت و حرف زدن با ساسان خیلی سریع همه چی جور شد و ما این سفر رو استارت زدیم. خیلی عالی بود با ما همراه باشیم. بعد از اینکه رسیدیم کیش با سرویس های فرودگاه رفتیم سمت هتل. وسیله ها رو که تو اتاق گذاشتیم از اونجایی که خیلی ذوق دیدن دریا و ساحل و خلیج فارس رو داشتیم با همون لباس ها و همون سر و وضع رفتیم سمت ساحل. یه صفایی بودا. همینجوری که داشتیم پیاده روی میکردیم انگار اومدی توی بهشت و چیزی که جالب بود یه سری گلا بود که الان دارید میبینیم. این گلا رو خیلی بوی خوب و عطر خوبی داشتن که عکساشون رو داریم میبینیم. بعدش هم که رفتیم سمت ساحل همینه. کردی ما نمیبینیم تا قورباغه؟ نه قورباغه نیست. لاک پشته یا خرچنگه یا حلزونه. خب بعد دیگه همینه. غروب خورشید هم خوب میشه. غروب خورشید رو آب می‌خواد. رو آب. اینجا که داشتم پیاده روی میکردم داشتم به این موضوع فکر میکردم که این سفر چقدر حال منو داره خوب میکنه و چقدر این کار و این سفر کردن رو دوست دارم. فقط ببینید که چه منظره های فوق‌العاده‌ای رو داریم میبینیم و به این فکر کردم که چقدر خوبه این تجربه های سفرمو بیشتر بکنم و جاهای مختلفی برم. خیلی خوبه. واقعا رویایی بی‌نظیره. دست فوق‌العاده. آب عالی. خاک آب. اصلا دارم عشق میکنم. جای خودمون خالی که برگین رو میبینیم دوباره. توی قسمت‌های بعدی کلی ماجراجویی خفن داریم و منتظر قسمت‌های جدید باشید. فعلا تا بعد، خدا نگهدار. میبینمتون.